من زیاد میشد فیلم میبینم میگم که این فیلم من باید با فلانی تقسیم کنم. همون آدم به میفرستم. مثلا بین اینها فیلم های هست که من میگم انا این فیلم من با مثلا زنم میبینم، انا اینش من با کودکان میبینم. و از همین نقطه نظر ما باید پیش از آن که یک فیلم ببینیم ما باید دانیم که همین فیلم با همین فرزندامو دیدن میشد و اگر ما باور داشته باشیم که دیدن میشد اون وقت با هم ببینیم خوب ترش. اگر امکان داریم با هم ببینیم، چون بعداً ما برای ما موضوعی هست که ما بررسی میکنیم، مثلا تحلیل میکنیم فیلم خوب و بداش از خود فیلم دیده ما چیز میکنیم، انالیز میکنیم و این افکتش زیادتر است. مثلا برای همینم ما طرفداری اون که ما همراه فرزندام و همراه خانواده هم همراه نزدیکام یک جای کینو بینیم. خب در شهر ما کینوتئاتر نیست البته، اما در خانه ما هست که یک جای کینو بینیم. اگر امکان داریم یک جای به تئاتر رویم، با هم به همه جا با هم رویم، مثلا با هم توی برویم توی بینیم، با هم مثلا سیر و گشت رویم. انا همین جهانده مثلا در سیر و گشت بودن، با هم بودن، در توی در هر خیل وضعیت ها با هم بودن، انا همین جاها همین است تربیه. یعنی ما در سیر و گشت چخیل سیر و گشت میکنیم، ما چخیل با هم فیلم میبینیم. کودک ما وقتی که هر چقدر مایه میبیند همونقدر از ما چی میگیرد و مادامی که ما خودمان نمونه وای برای وای حساب میشیم، مثلا فرض کنیم که ما میخوایم که کودکان مثل ما باشد، پس ما هر چقدر زیاد باید با هم باشیم و ایکتی برای اینکه هر چقدر زیاد ما بیند و از ما آموزد.